فکر کن رفتی مهمونی که یهو برق قطع میشه. خب این شرایطیه که برای هر کسی ممکنه پیش بیاد و تو این شرایط دیگه تلویزیون و موبایل تعطیله. تو باید بتونی یه جوری خودتو سرگرم کنی. یکی از کارهایی که میتونی بکنی اینه که تا آخر این ویدیو بمونی که من 5 تا آزمایش بهت یاد بدم که فقط با نی نوشابه میتونی اونا رو انجام بدی و خودتو دیگرانو سرگرم کنی. سلام، به کانال فیزیکافان خوش اومدید. کانال بازی، آزمایش، سرگرمی، دست ساخته و پازل‌های خیلی عجیب. امروز قراره که 5 تا آزمایش با نی نوشابه انجام بدیم و بهت یاد بدم که چطور میتونی توی هر شرایطی، توی خونه، توی مدرسه، توی محل کار، توی طبیعت و حتی توی ماشین آزمایش انجام بدی، توی ترافیک، پشت چراغ قرمز و هر جایی که فکرشو بکنی بتونی آزمایش‌ها رو انجام بدی. ابزاری که میخواد فقط 5 تا نی نوشابه است. آزمایش اولی که قراره بررسی بکنیم اسمش هست نی آپاش. کافیه که با یه نی نوشابه یه همچین شکلی رو درست کنی، یا میتونی اینجوری درست کنی، یا فرقی هم نمیکنه. حتی میتونی یه نی نوشابه رو از وسط نصف کنی و یکیشو بندازی داخل آب و با دیگری و اون دومی فوت کنی. خب من آزمایش رو با این انجام میدم، هیچ فرقی هم نمیکنه. اگه بخوام با این انجام بدم باز دوباره به همین شکل. شما میتونی اساس کار اسپری ها رو با آزمایش ساده فقط با نی نوشابه انجامشون بدی. آزمایش دوم که بیشتر میشه بگی به سرگرمی شبیه تا آزمایش، آزمایشی که قراره این نیو طوری داخل این سیب زمینی فرو کنیم که از طرف دیگه خارج بشه. قطعاً شما هرچی تلاش کنی به شکل معمولی نمیتونی کارو بکنی. راهی که من بهت پیشنهاد میدم اینه که نیو از اینجا قطع کنی و به این شکل انجام بدی. بریم ببینیم که میشه یا نه. خب نی دوم امتحان میکنی. آره این دفعه شد. میخوام بهت بگم که با یه سری کارهای ساده میتونی مقاومت و تاباوری یک وسیله و یک ابزار رو چندین و چند برابر زیاد کنی. من حتما یه ویدیو ضبط میکنم که 5 تا آزمایش تو این زمینه انجام بدم که ببینی چطور با یه سری کارهای ساده چه مقاومت‌های شگفت انگیزی میتونی ایجاد کنی. خب آزمایش بعدی که قرار انجام بدیم قانون سوم نیوتن رو با یک نی نوشابه میخوام بهت نشون بدم. کافیه که این نی رو از قسمت فنری بازش کنی به این شکلی که میبینی، یه تا 90 درجه از این طرف بزنی و یک تا دیگه از این طرف و در نهایت به بالا یا به پایین یه تا دیگه هم بزنی به این شکل. اگه میخوای سرعتش هم بیشتر بشه کافیه که این قسمت رو کوتاه کنی. آزمایش چهارم که میخوایم انجام بدیم مربوط به مبحث الکتریسیته ساکن هست. کافیه با 2 تا نی بریم برای انجامش. باور کنید هر جوری میخوام تماسش بدم برخورد نمیکنن. دافعه بین بارها هر دوتاشون بار همنام گرفتن. اینم آزمایش چهارم و برسیم به آزمایش آخر که فوق العاده آزمایش جذابیه
کافیه که ته یه بطری رو به این شکل ببرید، مثل لیوان درست کنید. این قسمت ها هم بیرون نندازید، چه این قسمت وسط و چه این سر بطری. هر دوتا رو بعداً میخوایم باهاش آزمایش انجام بدیم. و کافیه که این ته بطری رو سوراخ کنیم. یه نی نوشابه رو از این قسمت ها میزنیم و داخل بطری میکنیم. این قسمت هم چسب میزنیم. داخل لیوان آب میریزیم. تا زمانی که آب به قسمت خمیده نی نوشابه نرسیده، آب از لیوان خارج نمیشه، ولی به محض اینکه آب وارد قسمت خمیده میشه، از این قسمت سرازیر میشه. اگه میخوای ویدیوی بعدی رو از دست ندی، حتما کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن، چرا که یوتیوب وقتی زنگوله رو بزنی میتونه اعلان آزمایش بعدی و ویدیوی بعدی رو برات بفرسته. این کار رو حتما بکن. و اگه میخوای 5 تا آزمایش جذاب مربوط به پدیده کشش سطحی آب رو ببینی، از طریق لینک بالا وارد شو و اونا رو ببین. و جمله پایانی امروز مثل همیشه: Don't forget to subscribe and join the FizikaFun family. See you soon in the next video. Bye. خدا نگهدار.